سرخط خبرها: هشدار امارت اسلامی به کشورهای همسایه، رفتارهای غیر اصولی در قبال افغانستان را کنار بگذارید. توافق امارت اسلامی و پاکستان 3 شرط اساسی در چهارچوب توافق آتش بس. به صراحت اعلام شد که هیچ گونه تجاوزی صورت نخواهد گرفت و تحریک طالبان پاکستان هیچ گونه پایگاهی در خاک آنها نخواهد داشت. واکنش افغانستان به اتهام بی‌اساس پاکستان: ادعای پاکستان مبنی بر دخالت هند در درگیری‌های اخیر بی‌اساس است و از میدان جنگ تا میز گفتگو. توافق تازه افغانستان و پاکستان در مذاکرات هیچ گونه بحث درباره خط فرضی دیورند صورت نگرفت. سلام، به خبرهای این ساعت از چینل خط خبر خوش آمدید. مشروع خبرها: هشدار امارت اسلامی به کشورهای همسایه، رفتارهای غیر اصولی در قبال افغانستان را کنار بگذارید. در میانه تنش با پاکستان، ملا برادر از کشورهای همسایه خواست رفتارهای غیر اصولی را کنار بگذارند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای افغانستان، از کشورهای همسایه خواست به جای تقابل و رفتار غیر اصولی، روابط خود را بر پای احترام متقابل استوار کنند. برادر این سخنان را روز دوشنبه 28 میزان در دیدار با قربانعلی بردی محمدوف، رئیس جمهور پیشین ترکمنستان، در شهر هرات بیان کرد. این دیدار هنگام بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی انجام شد. به گفته مقام‌های افغانستان، تاکنون 14 کیلومتر از مسیر خط لوله این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده است. پروژه تاپی گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند. دولت پیشین افغانستان در سال 2018 کار ساخت این پروژه را آغاز کرده بود، اما به دلیل مشکلات فنی و مالی اجرای آن متوقف شده بود. اظهارات ملا برادر در حال مطرح می شود که روابط میان افغانستان و پاکستان پس از حملات اخیر هوایی پاکستان بر ولایت‌های کابل و پکتیکا تیره شده است. با وجود آن که نمایندگان دفاعی و امنیتی دو کشور 2 روز پیش در دوحه بر آتش بس فوری توافق کرده بودند، اوضاع هنوز عادی نشده و مسیرهای رفت آمد میان دو کشور بسته مانده است. زه په نورو ګاونډیو هیوادونو هم ځواک کوم چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای دې په متقابل احترام ولاړو اړیکو ته پام وکړي. د هیوادونو ملي حاکمیت، حدود او ملت ته دې په سپکه سترګه نه ګوري. دا طبیعي ده چې هر عمل عکسالعمل لري او تاریخ هم دا ثابته کړې ده چې ستونزې پر ستونزو نه هوارېږي. توافق امارت اسلامی و پاکستان 3 شرط اساسی در چهارچوب توافق آتش بس. وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد تایید کرده است که امارت اسلامی افغانستان در چهارچوب توافق آتش بس میان پاکستان و افغانستان با 3 شرط اساسی موافقت کرده است. پایان حمایت از گروه‌ها، حفظ آتش بس در امتداد خط فرضی دیورند و تسهیل بازگشت با عزت مهاجران افغان به کشورشان. خواجه آصف در گفتگو با رسانه‌های پاکستانی گفت که هدف این توافق تأمین صلح پایدار در منطقه است و جزئیات کامل آن تا تاریخ 25 اکتبر اعلام خواهد شد. او افزود که این توافق با میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه صورت گرفته و بیانگر تمایل هر دو کشور برای ثبات و همکاری است. با گفته وزیر دفاع پاکستان، توافق آتش بس به پایان حمایت امارت اسلامی از گروه است. او هشدار داد اگر دوباره نفوذ صورت گیرد، احتمال شکست شدن آتش بس وجود دارد. آصف تصریح کرد که گفتگوها تنها با امارت اسلامی انجام شده و ضمن اشاره به فضای مثبت مذاکرات در گفتگوها در فضای آرام و بدون تنش برگزار شد و هر دو طرف حسن نیت خود را برای بازگرداندن اعتماد و صلح ابراز کردند. آصف تایید کرد که مرحله دوم گفتگوها در اواخر ماه اکتبر در ترکیه برگزار خواهد شد، جایی که قرار است چهارچوب آینده، همکاری و نظارت بر اجرای توافق مشخص شود.
او همچنان افزود که روند بازگشت مهاجران افغان در هماهنگی با مقامات کابل و سازمان‌های بین المللی به گونه تدریجی و انسانی انجام خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان در بخش دیگر از سخنانش گفت اگر امارت اسلامی افغانستان با هند روابط دارند ما اعتراض نداریم. در پایان آصف تاکید کرد که موفقیت این توافق به صداقت و اجرای آن بستگی دارد و افزود صلح میان افغانستان و پاکستان کلید ثبات در سراسر منطقه است. به صراحت اعلام شد که هیچ گونه تجاوزی صورت نخواهد گرفت و تحریک طالبان پاکستان هیچ گونه پایگاهی در خاک آنها نخواهد داشت. ما بارها این موضوع را تکرار کردیم و همان گونه که میدانید آنها انکار میکنند، اما به صورت ضمنی هر دو کشور ترکیه و قطر بر آنها فشار آوردند که این مسئله عامل اصلی اختلاف است. در حال حاضر ما توافق آتش بس داریم تا زمانی که توافق جاری نقض نشود همین وضعیت ادامه می‌یابد. به همین دلیل ما وارد این توافق شدیم. اگر ثبات و همکاری پنهانی وجود نمی داشت ما دلیلی برای توافق با طالبان افغان نداشتیم. واکنش افغانستان به اتهام بی‌اساس پاکستان. ادعای پاکستان مبنی بر دخالت هند در درگیری‌های اخیر بی‌اساس است. وزیر دفاع افغانستان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر دخالت هند در جنگ این گروه را بی اساس خواند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی گفته که ادعای پاکستان مبنی بر دخالت هند در درگیری‌های اخیر بین هند و پاکستان بی اساس است. وی تصریح کرد می توان گفت که این یک اتهام و ادعای بی اساس است. سیاست ما این نیست که از یک کشور علیه کشور دیگر استفاده کنیم. ما روابط خود را با هند به عنوان یک کشور مستقل حفظ می کنیم و علاوه بر توسعه بیشتر این روابط با پاکستان را نیز در پرتو منافع و حسن همجواری خود حفظ می کنیم. ما به جای اختلافات به دنبال بهبود روابط هستیم و این ادعاها نادرست است و هیچ حقیقتی ندارد. این ادعاها تحت هیچ شرایط غیر منطقی و غیر قابل قبول هستند و به جای حل مسئله اوضاع را پیچیده تر می کنند. او افزود ما با پاکستان یا خاک آن تجاوز نکرده ایم. این پاکستانی ها بودند که جنگ علیه ما را آغاز و مناطق ما را ویران کردند. ما به آنها پاسخ دادیم. از میدان جنگ تا میز گفتگو، توافق تازه افغانستان و پاکستان در مذاکرات. هیچ گونه بحث درباره خط فرضی دیورند صورت نگرفته است. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهند که حریم افغانستان را نقض کرده یا امنیت کشور را مختل سازند. او در یک نشست خبری آنلاین از دوحه تاکید کرد که در توافق هیچ گونه بحثی در مورد خط فرضی دیورند صورت نگرفته و این موضوع به ملت‌ها مربوط می شود. مولوی یعقوب مجاهد با اشاره به نشست در ترکیه گفت که در آن نشست درباره مکانیزم‌های توافق نامه کنونی بحث خواهد شد. او همچنان در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این که چه تضمینی وجود دارد که پاکستان بار دیگر حمله نکند یا توافق را نقض کند گفت پاکستان در حضور دو کشور تعهد سپرده است. وزارت دفاع افزود که اگر از سوی پاکستان هر گونه حمله صورت گیرد آنان نیز اقدامات متقابل انجام خواهند داد. او همچنان بیان کرد که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و امارت اسلامی افغانستان پاسخ دندان شکن بر رژیم نظامی پاکستان داده است. این مقام امارت اسلامی افغانستان تصریح کرد که بر اساس توافق انجام شده تجارت میان دو کشور به حالت عادی باز خواهد گشت. او تاکید کرد که افغانستان با در نظر گرفتن منافع خود با تمام کشورها از جمله پاکستان روابط نیک برقرار می کند زیرا یک کشور مستقل است. مذاکرات کامیاب و گفتگوها موفقانه انجام شد و توافق کامل و نهایی صورت گرفت که بر اساس آن این توافقنامه ادامه خواهد داشت. با این حال در چهارچوب این توافق یک سازوکار برای توسعه سیاسی و اقتصادی ایجاد گردید. ما نیاز داریم با قطر و سایر کشورها برای ایجاد یک جامعه تکنیکی همکاری کنیم. باید مشکلات را حل کنیم و شمار قضایا را کاهش دهیم. تشکر از این که ما را همراهی نمودید. وقتتان خوش. الله نگهدار شما.